هلو گایز، خوش اومدین به این ویدیو از کانال تیم میکس آر جی. دوستان، من توی پارت دوم گیم پلی کال آف دیوتی موبایل گفتم که سومین ویدیو قراره واسه رفع تایم اوت ها باشه و الان اومدم که این ویدیو رو برای شما بگیرم. اول از همه شما نیاز به برنامه رادار پلاس دارید که این برنامه باعث میشه که شما تایم اوتتون رفع بشه. حالا چه شکلی باید دانلودش کنید؟ فقط لازمه که بیاید داخل گوگل رادار گیم رو بنویسید، سایت اول رو انتخاب کنید. این سایت اصلی رادار گیم یا همون رادار بازیه. پایین سمت راست اگه دقت کنید آرم رادار گیم یا همون رادار پلاس نوشته شده که اگه بزنید روش همچین چیزی میاد. یه بات داره که شما میتونید ازش سوال بپرسید. سوال اول یعنی لینک دانلود آخرین نسخه اپلیکیشن رادار گیم رو بزنید. اینطوری بات براتون لینک دانلود اندروید و ویندوز رو میفرسته و آموزشش هم گذاشته که نیازی نیست من آموزشش رو برای شما میذارم. اینجا بزنید روی اندروید. صفحه‌ام برگشت. میگه که ممکن است فایل مضر باشه اینا. میگه به هر حال بالگیر شود و برنامه رو به همین سادگی نصب میکنید. حالا بیاین یه کاری کنیم. بیاین آموزشش هم بهتون بگم. وارد رادار گیم میشید. اینجا کال آف دیوتی رو انتخاب میکنید. این بالا این رو در حال اتصال رو کاری نداشته باشید. حالا ببینید بیشتر سرورهای تهران کار نمیدن، چون خودم تست کردم و این ایران نوشته IR ایران نوشته، بعد GER نوشته. اگه اشتباه تلفظ کردم معذرت میخوام. اونا بیشتر کار میدن و سرورهای خیلی پایین‌تر مثلا ترکیه و جرمنی همون آلمان بیشتر وقتا پینگ بدی بهتون میدن. همین برنامه یکم پینگتون رو میبره بالا ولی در عوض تایم اوتتون رفع میشه و میزن روی شروع بازی و خودش میره داخل بازی. حالا یه راه دیگه ای هم هست برای درست کردنش. شما پایین سمت راست اگه ببینید نوشته سرور DNS، بزنید روش. دوستان اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله نوتیفیکیشن رو حتما فعال کنید تا از ویدیوهای من با خبر بشید. خب اینجا نوشته فعال سازی رو بزنین. این بیشتر DNS خوب بهتون میده واسه بازی‌های فیلتر شده یا سرورهای خوب که پینگ بهتری بهتون بدن. شاید مثلا یه سرور بیاد پینگ 200 یا 1000 هم میره، ولی رادار پلاس سمت چپ پایین این بیشتر کار میده. بزنید روی کال آف دیوتی و بازی، این خیلی بیشتر کار میده. خب دوستان، این هم بود از این ویدیو. همونطور که گفتم لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله نوتیفیکیشن فراموش نشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار.